گاهی وقت الله تعالی از یک فاجر، از یک کافر برای دین خودش کار میگیره. مگر نبودن در زندگی مکی کسانی که پیامبر رو قبول نکردن به عنوان نبی، ولی در کنار نبی بهترین خدمتها برای دین کردن؟ مگر نبودند کسانی که ظالم ترین فرد این امت بودند اما بهترین خدمتها رو به قرآن کردن؟ قرآن، همین قرآنی که امروز اگر اعراب گذاری شده، نقطه گذاری شده، این خدمت بزرگ قرآنی رو حجاج بن یوسف کرد. ظالم ترین فرد این امت، کسی که دستش آغشته به خون صحابه است، دستش آغشته به خون تابعین، بهترین افراد این امته. صحابه رو کشت، تابعین رو قتل عام کرد، اما خدمت قرآنی هم کرده. تجدید بنای کعبت الله رو هم کرده، خادم حرمین شریفین هم بوده.